جای از سوال بود همون یک 70,000 که به حساب کتاب داخل بیش نشود ما توبه کنیم از همین روز همون پونکتایی که شما گفتید همه پونکتا با عمل کنیم همین روز میشه این انشاءالله. و برای یک آدم صالح شماریده شدنش، مثلا یک آدم عرق خور بود، دزد بود، گناه میکرد، مالی درآمدش حرام بود، کی به این آدم مصالح گفته حساب کرده میتونیم آدمی صالح میشد؟ همین روز توبه کند همین روز صالح حساب میشد؟ نه، همین روز توبه کند بله گناهاش بخشیده میشد، لیکن برای صالح شدن اقلا 6 ماه در بردوام خیلی کار کند. یعنی 6 ماه و حالی درباره سند گپ زدیم. شرط های سند این که آدمی که در داخل سند است عدل داشته باشد. عدل در مصطلح محدثا همین خیلی است که العدل من یجتنب الكبائر و یتقی فی مغلب الصغائر یا که فی الاغلب الصغائر. عدل آن آدمی که از گناه کبیره پرهیز میکند و از گناه صغیره در اکثر اوقاتش پرهیز میکند. یعنی گناه صغیره را بردوام نمیکند. یگان گناه صغیره صادر شدنش ممکن چون که آدم است. آدم فرشته نیست. یگانه ذاتی که خطا نمیکند الله تعالی هست. آدم خطا میکند، لیکن خطایی سهوا قصدن نه. خطاگی میکنه، یگان گناه صغیره از او صادر شدنش ممکن، لیکن بردوام نه. امروز گناه صغیره صادر کرد در حال توبه کرده دیگه نمیکند، با بدی یک ماه یگان گناه صغیره صادر شدنش ممکن. همین آدم عادل است. العدل من یجتنب الكبائر و یتقی فی الاغلب الصغائر. در اکثر عمرش از گناههای صغیره هم پرهیز میکند و این چنین واجبات اجرا میکند، فرمانهای الله تعالی اجرا میکند بیچون و چرا. هر چیزی که فرض است و ترک کردن هم گناه کبیره است. مثلا روزه فرض است، کسی ندارد گناه کبیره است، یعنی گناه کرده سلکه. خب یعنی 6 ماه اگر شما همون خصلت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن که همین خصلت ها در اینا یافت شود، همین ها به جنت به حساب و کتاب می درآید، اگر در شما یافت شود شما آدمی صالح میشه. لیکن این 4 صفت فقط کفایتی نمی کند. مثلا یک آدم توکل به الله تعالی کند. هم الذین لا یسترقون گفتن، اونا شخصیت های هستن که از آدم ها طلبی رقیه نمی کنند. مثلا آدمی بیدین هم است که از یگان آدم در طول حیاتش طلبی رقیه نکرد، ولی تطیر نمیکنه. هست آدمایی که بیدین هست لیکن تطیر نکرده است. تطیر اساسا همین خرافات زده ها میکنه. ما هم خرافات زده گفتیم. خرافات زده آن آدمی که بدون دلیل از قرآن و سنت همین کار خرافاتی میکنه، اصل ندارد. مثلا این پرنده میگرفتن، میگفتن که اگر همین پرنده به دست راست پرد مثلا به فلان کشور سفر میکنم، اگر به دست چپ سفر کند پرواز کند سفر نمیکنم. یا دختر گرفتنی است، نمیداند که در همین دختر گرفتن خیر است یا بد است، نمیداند. میگوید که اگر این به طرف راست پرد میگیرم به طرف چپ پرد نمیگیرم. این که دی کار حل نمیشه. اینا خرافات هستند. ولا یتطیرون، تطیر نمیکنن. طیرون اصلش کلمه پرنده هست. اینا میخوام میکردن به این میدارات تشاؤم یعنی گمانی بد. میگوید که همین سحر کار و که بر اومدی یکمین سویتفور اگر سرخ باشد دان که همین روز کارت راه نمیره. این تشاؤم است، گمانی بد است. یعنی از همین اولین سویتفوری که دیدید سرخ بود، از همین خیلی خلاصه میبرید که امروز کاراتون راه نمیره. یعنی گویا که همین سویتفور سرخ امروز پیش راهی شما گرفت، یا اگر از پیشت گربه گذرد کارت آمد نمیکنه، یا زنگ گذرد کارت همین تطیر است. همین خیلی گمانای بد. در اساس همین گمانی بعد برای خود تقدیر ساختن، این کارهای خرافاتی هست. کسی همین کارا نکند. هم الذین لا یسترقون، آدمایی که از آدمو طلبی رقیه نمیکنه. یعنی من خواندم نمیگم، من یک قرآن خوان رقیه خوام بیمار شدم نمیگم، از یگان کس طلب نمیکنه. ولا یکتبون ولا یتطیرونش گفتیم. ولا یکتبون کی
این نوعی تبابت آتش آهن در آتش می تصفانید و به جای بیماری می چسبانید به پوست. مثلا در بیماری بواسیر این کار میکردن، در بعضی بیماری های پوست این کار میکردن، یا جراحت های پیشینه مثلا اگر تیر درآید با همین میکردن. درست است که در این شفا هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در کی شفا هست، لیکن من امتم رو از این منع کردم گفتم. یعنی این یه نمودی سوزانیدن با آتش هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین نوعی تبابت بد دیدن، اگرچه تبابت هست، شفا هست، لیکن بدیل شکفتن نکن. بدیل ایواز کننده همین تبابت راسته دوختن، مثلا دیگر چیزایی کردن به جای پوست سوزاندن، دیگر نوعی تبابت استفاده کردن بهتر. اگر رفت یا اون کس کی کند گناهکار نمیشه، لیکن کند از جمله 70,000 نفر نمیشه. 70,000 نفری که به حساب کتاب به جنت میره از این جمله هم نمیشه. خب این سه تاش. چهارمینش و علی ربهم یتوکلون، و پروردگارشون توکل میکنن. یعنی در جلب فایده و دفع ضرر اعتماد آنها به الله هست، همراهی گرفتن سبب. مثلا شما به الله تعالی توکل میکنید، تکیه میکنید در خریدن یک خانه، نایل شدن به یک خانه. من به الله تعالی توکل تکیه میکنم، نایل شدن به خانه فایده است و اینچنین برای دفع ضرر به الله تعالی تکیه میکنم. سبب میگیرید خیلی خواننده نمیشنیده که من توکل کردم الله میتیاد تو خواننده و پشت زده خواب نمیرید و مهنت میکنید، تجارت میکنید، کار میکنید، حرکت میکنید با امید یک خانه دار شدن. یعنی شما سبب گرفتید لیکن در حاصل کردن خانه به الله تعالی تکیه کردید. الله تعالی میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله تعالی توکل کند الله تعالی برای او بسنده است. ما 2 جمعه درباره توکل گپ زده هستیم، گرید گوش کنید. خب همین 4 صفت در او یافت شود به بهشت به حساب کتاب می‌دارد. لیکن این 4 صفت یافت شود و نماز نخواند، روزه ندارد، اصول اسلام نکند. نه، این 4 صفت علاوه به این که به شخصی پرهیزگار و مسلمانی دیندار هست، علاوه حال این 4 خصلت همین مسلمانای دیندار ندارند. مثلا رقیه میکند، من خواندم داملا یا دعا خوانید یا یک رقیه هم خوانید، جن دارم یا سحر دارم یا چشم بسید است میگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از یگان آدم طلب نکرد. حضرت عایشه بله رقیه کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن نه با طلبی پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جبریل آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه خواندن، نه با طلبی پیامبر صلی الله علیه و سلم. طلب نکردن این فضیلت است. یعنی شما بیمار میشید، یگان کس من خواندم و نمیگه، خودش آمد خبرگیری و یا چی خواندم یا چند سوره ها را خواند و صف کرد، اجازت است. لیکن خودتون طلب نمیکنید. یعنی اینم حرام نیست. اگر بیاد املا من یا رقیه خانه دعا خان بگید حرام نیست، ممکن است، لیکن نکنید. این مرتبه هست تا اینکه شما به مخلوق محتاج نشوید. بله فهمیدید برادر؟ بله اگر شما 6 ماه از همین خیل عمل ها دور ایستید و همین که تا آخر عمرتون دور ایستید، شما از جمله همین ها میشید. الله تعالی رحمتش وسیع هست. ولی غیر از این 70,000 بینید کم است. 70,000 چی یک شهری کنه بدم 170,000 زیاده اهالی دارد. یعنی 70,000 و صحابه ها خودشون 114,000 بودن به یک روایتی مورخ ها در حجة الوداع. 70,000 این کم است. لیکن در دیگر حدیث امام احمد آمده است که همراهی هر یک این 70,000 با 70,000 دیگر آدم هست. در این حالت به فکرم 4 میلیارد و 900 میلیون میشد، همین قدر میشد. یعنی انشاءالله امید میکنیم رحمت الله تعالی وسیع هست. الله تعالی ما را از جمله اون 70,000 نفری که به بهشت به حساب کتاب میدارن از جمله آنها گردانه. آمین یا رب العالمین.